تقریبا همه قاتلینی که وارد اتاق بازجویی میشن از اینکه اصلا قصد کشتن مقتول رو نداشتن میگن و اصرار دارن که اون قتل فقط و فقط یک اشتباه غیر عمدی بوده، اما واقعیت چیز دیگه. سلام، خوش اومدید به اولین قسمت از مجموعه قاتلین زنجیره‌ای در پادکست راویروس. امروز میخوایم راجع به قاتلان زنجیره‌ای صحبت کنیم. شاید تا حالا اسمشون رو شنیده باشی. قاتل‌هایی که فقط یک بار آدم نمی‌کشن، با دقت، وسواس و اغلب با نوعی امضای شخصی. آدم‌هایی که پشت لبخند یا قیافه کاملا عادیشون ذهنی تاریک و پیچیده پنهان شده. اونقدر عادی که ممکنه ساعتها باهاشون حرف بزنی و نفهمی توی چشمای کی داری نگاه میکنی. قاتلان زنجیره‌ای فقط مجرم نیستن، اونا معما هستن. معماهایی از روانشناسی، جامعه و حتی فرهنگ. چی باعث میشه یک انسان دست به قتل‌های تکراری و بیرحمانه بزنه؟ آیا اینها هیولا هستن؟ یا محصول تلخ جامعه‌ای که خودش نمیخواد به آینه نگاه کنه؟ تولد واژه قاتل سریالی. قبل از اینکه به سراغ ترسناکترین قاتلان سریالی جهان بریم، بهتره که یک نگاه تاریخی به این مسئله داشته باشیم. طبق گزارش سازمان FBI، سال 2018 89 تا قاتل زنجیره‌ای فعال، از اونایی که هنوزم قتل انجام میدن و آدم میکشن، توی ایالات متحده وجود داشتن. این روند اونقدر ادامه دار شد که تعداد قربانی‌های این قتل‌های سریالی در سال 2019 به 6251 نفر رسید. اصطلاح قاتل سریالی برای اولین بار توی دهه 70 میلادی روی زبون‌ها افتاد و از اون موقع به بعد هر کسی که چند نفر رو به دلایل و انگیزه‌های مختلف به قتل برسونه یه قاتل سریالی شناخته میشه. قاتل سریالی کیه؟ کسی که 3 نفر یا بیشتر رو توی موقعیت‌های مختلف و در بازه زمانی مشخص به دلایل روانی و به عمد بکشه، طبق قانون قاتل زنجیره‌ای محسوب میشه. ریشه یابی میل به قتل‌های زنجیره‌ای. قتل‌های زنجیره‌ای همیشه یک از کابوس‌های مردم سراسر جهان بوده که برخی از اونا توسط حکومت‌ها مخفی شدن. اما نباید فراموش کرد که تعداد زیادی از این قتل‌های سریالی تا مدت‌ها تیتر اول رسانه‌ها بودن و سر زبون‌ها می‌چرخیدن. همیشه وقتی قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق میفته، این سوال توی ذهن شکل میگیره که چه عامل یا عواملی باعث میشه یک آدم دست به چنین رفتارهای جنون‌آمیزی بزنه؟ آیا اونها از بدو تولد به طور ذاتی قاتل بودن؟ یا یه عاملی باعث تغییرشون شده و اونا رو به قاتل زنجیره‌ای تبدیل کرده؟ با بررسی بیوگرافی این افراد متوجه میشیم که این رفتارهای جنون‌آمیز بیشتر ریشه در دوران کودکی افراد داشته. کودکی عاری از عشق، محبت و مراقبت، همراه با تجاوز و رفتارهای خشونت‌آمیز که باعث شده مقابل بیماری‌های روانی آسیب‌پذیرتر بشن و از کشتن آدم‌ها لذت ببرن. حتی بعضی وقتها برای لذت بیشتر دست به جنایت‌های بسیار وحشتناکی مثل سلاخی کردن، خوردن اجزای بدن، خوردن خون و تجاوز بزنن. بریم سراغ اولین قاتل سریالی در شهر مشهد در ایران. مردی از میان ما. حسن اورنگی در سال 1304
یا 1925 میلادی در روستای اسماعیل آباد استان خراسان رضوی به دنیا آمد. اون یکی از مخوفترین قاتلین زنجیره‌ای تاریخ ایران بود که به همراه همدستش عباس علی ظریفیان در فاصله سالهای 1324 تا 1330 در مشهد 62 زن رو به قتل رسونده بود که برخی از اونا با تجاوز همراه بودن. روش آنها معمولاً شامل فریب زنان دوره‌گرد یا بی سرپرست، تجاوز و سپس خفه کردن اونها با روسری و دستمال بود. حسن اورنگی در فروردین 1330 دستگیر شد و پس از اعتراف به قتل‌ها در 11 آذر 1330 در میدان اعدام مشهد و در حضور بیش از 8,000 نفر به دار آویخته شد. در زمان اعدام اون فقط 26 سال سن داشت. در آخرین لحظات پیش از اعدام اون درخواست کرد که جسدش در بلندترین نقطه شهر دفن بشه تا مردم همیشه اونو به یاد بیارن. ماجرای پرونده این اپیزود به حدود 1 قرن پیش برمیگرده. سال 1330 مشهد. حسن اورنگی در نگاه اول کاملا معمولی به نظر می رسید. اهل مشهد بود، کارگر ساده، متأهل، بدون سوء سابقه ثبت شده و اهل نماز و روزه. همسایه ها اونو مردی مؤدب توصیف می کردن، کسی که سرش به کار خودش بود و زیاد حرف نمی زد. اما این ظاهر فقط یک پرده بود، پرده‌ای برای پنهان کردن یک ذهن تاریک. اورنگی از کودکی دچار اضطراب و کابوس بود. بعضی شبها با فریاد از خواب می پرید. بعدها خواهرش در مصاحبه‌ای گفت گاهی به دیوار خیره می شد و می گفت صداهایی می شنوه. می گفت یه چیزی توی گوشم میگه برو بکش. این صداها بعدها به مهمترین سرنخ در درک روانشناسی جنایت اون تبدیل شدن. اولین قتل، نقطه شروع. اولین جسد در حوالی منطقه احمدآباد مشهد پیدا شد. زنی میان سال که نشانی از خشونت شدید یا تجاوز نداشت. فقط خفه شده بود. بی هیاهو و با دست. که البته در برخی از موارد تجاوز هم مشاهده شد. در ابتدا پلیس احتمال خودکشی یا قتل خانوادگی رو مطرح کرد. اما وقتی دومین جسد پیدا شد، با همان الگو ماجرا رنگ جدی تری گرفت. قاتلی ناشناس با نقشه‌ای روشن قربانیاش رو انتخاب و در خفا می‌کشت. زنها اغلب تنها بودند. بعضی خانه‌دار، بعضی هم از طبقه پایین جامعه. نه سرقتی در کار بود، نه تعرضی. فقط مرگ. اورنگی قربانیاشو به بهونه‌های ساده مثل خرید، کمک یا صحبت به مکان خلوتی میکشوند. بعد بدون درگیری یا خونریزی خفه‌شون میکرد. قتل‌ها ادامه دارند و پلیس سردرگم. قتل سوم، چهارم و پنجم هم رخ داد. همه با یک الگوی مشابه. ترس آروم آروم در محله ها ریشه دووند. زنان دیگر شبها تنها بیرون نمی رفتند. شایعات هم دهان به دهان می چرخید. یه جن‌زده است، یه روانی، یا شاید هم یه مأمور مخفی. پلیس هیچ سرنخی نداشت. نه اثر انگشتی، نه شاهدی. رسانه ها با احتیاط خبرها را منتشر می کردند. فضای امنیتی کشور انتشار گسترده اخبار چنین جنایاتی را خطرناک می دونست. در این میان تنها سرنخ آشنایی یکی از قربانیان با اورنگی بود. همین کافی بود تا نامش در فهرست مظنونان بیاد. وقتی پلیس خونش رو بازرسی کرد، ابزارهایی مثل طناب، دستکش و لباسهای زنانه پیدا کرد. وسایلی که با گزارش‌های صحنه قتل تطابق داشتند. اعتراف و جنون.
حسن اورنگی به جرم قتل چند زن بازداشت. ابتدا منکر شد، اما بعد از چند جلسه بازجویی شکست و لب به اعتراف گشود. اون گفت: از بچگی صدا میشنیدم. یه نفر توی سرم بهم میگفت برو بکش. اگه نمیکشتم سرم میخواست منفجر بشه. بعد هر قتل چند روز آروم بودم، ولی دوباره شروع میشد. پزشکان قانونی بعد از معاینه و تست‌های روانپزشکی اعلام کردند که حسن اورنگی دچار اسکیزوفرنی پارانویده، نوعی بیماری روانی مزمن که باعث توهم شنیداری، افکارآزار و سوءظن‌های بیمارگونه میشه. اما یه سوال مهم در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شد. آیا این بیماری مسئولیت جنایات را از دوشش بر می داره؟ پاسخ قانون منفی بود. محاکمه، اعدام و فراموشی. دادگاه حسن اورنگی بدون پوشش رسانه‌ای گسترده برگزار شد. دفاعیه وکیل مبتنی بر بیماری روانی اون بی‌نتیجه بود. حکم نهایی اعدام بود. مدت کوتاهی بعد حکم اجرا شد. اما برخلاف پرونده‌های مشابه در کشورهای دیگه، ماجرای حسن اورنگی به یک روایت عمومی تبدیل نشد. جامعه اونو فراموش کرد. رسانه‌ها نیز با محدودیت‌های اون زمان ماجرا را در حد چند گزارش گذرا نگه داشتند. قاتل زنجیره‌ای یا بیمار رها شده؟ حسن اورنگی فقط یک قاتل نبود. اون نماد یک بحران بود. بحرانی که در سکوت رشد کرده بود. نبود آموزش سلامت روان، انگ اجتماعی بیماری‌های روانی و شکاف بین دستگاه قضایی و دانش پزشکی. شاید اگر در دوران نوجوانی کسی صدای فریادهای خاموش ذهنش رو میشنید، ماجرای این قتل‌ها هیچ وقت رخ نمیداد. در سایر نقاط دنیا برای قاتلان زنجیره‌ای پرونده‌های گسترده روانکاوی و مستندسازی ساخته میشه، ولی ما هنوز از روبرو شدن با این چهره‌های تاریک میترسیم. هنوز ترجیح میدیم به جای درک و پیشگیری فقط اعدام کنیم و فراموش. سایه‌ای در میان ما. حسن اورنگی امروز در حافظه جمعی ایران جایی نداره. اما حقیقت اینه که اون بخشی از تاریخ ماست. نه فقط تاریخ جنایت، بلکه تاریخ روانهای فراموش شده. قاتلان زنجیره‌ای همیشه شبیه هیولاهای فیلم ها نیستن. گاهی چهره‌ای عادی دارن، چهره‌ای که از کنارش در خیابون رد میشی و لحظه‌ای هم فکر نمی کنی پشت اون چشم‌ها چه چیزهای خوابیده. اما پادکست امروز برای این بود که اون تاریکی رو ببینیم، نه برای ترسیدن، بلکه برای درک کردن، برای اینکه شاید بتونیم پیش از فاجعه صدای ذهن‌هایی رو بشنویم که دارند بی صدا میمیرن. ما دوست داریم فکر کنیم قاتلان زنجیره‌ای فقط در فیلم‌ها یا کشورهای دیگه وجود دارن. اما واقعیت اینه که هر جامعه‌ای در دل خودش تاریکی‌هایی داره. گاهی در سکوت رشد میکنن، گاهی فریاد میزنن. داستان حسن اورنگی فقط یک پرونده جنایی نیست، زنگ خطریه برای ما. برای اینکه بدونیم چطور نادیده گرفتن رنج‌های روانی، نبود آموزش سلامت روان و بی توجهی به اختلالات رفتاری میتونه فاجعه به بار بیاره. قاتلا همیشه شبیه هیولا نیستن. گاهی خیلی معمولی‌ان، گاهی هم خیلی نزدیک. خب ممنونم که امروز هم همراه ما بودید با یه قسمت دیگه از راویروز. تا قسمت‌های بعدی مراقب خودتون باشید. مخلص.